زن و شوهر بعد از طلاق و جدایی برای فرزند یگانه اشان دعوا کردند. هر یکی از آنها میخواست که پسر بچه خردسالشان نزد او بماند. دعوای خود را به نزد قاضی کشیدند. قاضی حکم کرد که پسر بچه یکی از والدین را انتخاب کند تا با او بماند. پسر بچه هم پدرش را انتخاب کرد. مادرش گفت: جناب قاضی، از پسرم بپرس که برای چی پدرش را انتخاب کرده است. قاضی از پسر بچه پرسید که چرا پدرت را انتخاب کردی و مادرت را انتخاب نکردی؟ پسر بچه در جواب گفت: مادرم هر روز مرا به مکتب میفرستد و استاد هم مرا میزند، اما پدرم مرا به مکتب نمیفرستد و اجازت میدهد که با دیگر بچه ها بازی کنم. قاضی این را شنیده پسر بچه را به مادرش سپرد و گفت: تو برای نگهداری از او شایسته تری. تو سزاوار هستی که فرزند نزد تو بماند. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر. دین حق را هدیه آورد سوی ما،